روانگها سوریه مافی مروان را گهاند کو بالافرین روسی چند اپراسیون اسمانی ایرو صبح لسر چند زوران لباجارو که حریتان و دردورا گنده باشوکی لباکوری گندوارن باجار حلب پیک آنین. هروهاد انجام بمباران اسمانی جالی بالافرن کوته پیش بینی کرن بالافرین روسینا لباجارو که کفر حمرا دوزارو که نکوش دربدرن باجار عندان بون جیان خواج دستدان. لبندا و تشرینجی شروع پفچون زنابرا هزین سوریه دیموکراتیک و رخصتنا داعش دا قومین و زیان جهرز و آلیان کتن. هروها باجاروک قبیسین و بزاعه و دورا الراعی لباکوری روجهلاتی گندوارن باجار حلب راسی توبارانا بالافرین روسی هات. بکوت زانیاری لسر زیانانا بیناس کرن. فرماندار ارتش آزاد عمید مازن حلاق د خویانیه که د جارکر راگهاند کوروش خلکه لباکوری گندوارن حلب پر خرابه و دیار کرده که دورا رتیان کد دست رژیم ده و برا وعندان و حریتان و دچن. د درباره روشامروی یا دربدرن وان زورن کوتین توباران کرن وزیر دروی ترکیه راگهاند که ولات وی سیاستا درگه وکری جپنابران را نگوهرتیا کوته بیش بینی کرن زیدتری 55,000 دربدر بگهن لسر سینور. ولگوری پارزگار کل سین هزیدتری 35,000 کسی لسر سینور کمبونه. جالی خواه وزیر دروی یکیتی اوروپای بانگ لحکومت ترکیه کرن که درگه لپیش پنابران وکا. یاسای امروی یا نافدولتی گرتنا درگهان لپیش پنابران قدغدکا. افچند روژن لسر سینور به ترکیه را لپیش درگه سینوری باب السلام به هزاران ولاتی کوجشر و پفچونان و بمباران بالافرین روسی را ویانا و دناو وانده گلک ولاتین کرد هنه آسیمانه که ترکیه قبول ناکا وان درباس بکا و دروشک امروی پر زحمت را درباس دبن. منال محمد، آرک.